عقیده در لغت از کلمه عقد گرفته شده که به معنای بستن، ربط دادن و گره کردن است. مثلا وقتی بگوییم که نکاح را عقد نمود یعنی نکاح را بست و با این نکاح رابطه بین دو شخص بسته شد. و اگر بگوییم عقد عبدالله الخیط، عبدالله تار را بسته نمود، یعنی در زبان عربی وقتی که عقد استعمال میشه هم در چیزهای مادی استعمال میشه و هم در امور معنوی، بستن بین دو چیز. علم عقیده رو چرا عقیده میگن؟ میگن زیرا قلب انسان را با خالقش ربط و بسته می نماید. پس کسی که عقیده را بخونه قلب ازی با الله رابطه پیدا میکنه و کسی که عقیده را نفهمید شیطان قلب ازی را هر طرف میبره و مخلوق، پس قلب مشکل پیدا میکنه. و قلب سلیم که انسان مسلمان در روز قیامت از بلاهای را نجات میته، الا من اتى الله بقلب سلیم. کدام قلب است؟ قلب است که او رابطه بسیار قوی با الله داشته باشه. عقیده توالی عقیده وای دده پاره چه انسان زره الله سره تړي، هغه زره حقیقی زره ده چې سالم زره. الا من اتى الله بقلب سلیم. الله وای چې یوم لا ينفع مال ولا بنون. چه شی په درد خوري؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر حق انسان چې په سالم زره د الله دربار ته حاضر سی. او سالم زره کوم زره ده چې په هغه کې توحید عقیده